یکی از اصیل‌ترین و خوشمزه‌ترین شیرینی‌های جنوب ایران لگیماته. ما هم توی سفرمون به هرمزگان در خدمت خانم کهزاد هستیم که لطف کنن و این شیرینی خوشمزه رو برای ما درست کنن. بریم که هم توضیحاتی ازشون بشنویم و هم که مواد اولیه رو ببینیم. لگیمات یکی از شیرینی‌های اصیل جنوبیه که توی هر منطقه به سبک خودشون پخته میشه. این شیرینی رو ما بیشتر توی ماه رمضان، حالا سر سفره افطار و توی مراسماتمون درست میکنیم. خب برای درست کردن لگیمات 2 پیمانه آرد سفید قنادی، نصف پیمانه آرد گندم کامل یا همون آرد سنگک، نصف قاشق چایخوری خمیر مایه، 1 قاشق چایخوری سیاه‌دونه، نصف قاشق چایخوری پودر هل، 1 قاشق غذاخوری شیره خرما و 1 پیمانه آب ولر. اول مواد خشکمون رو با هم مخلوط میکنیم. و شیره خرما، آب رو کم کم اضافه میکنیم تا یه خمیر تقریبا نرمی باید داشته باشیم. بسته به نوع آرد ممکنه که آب کم یا زیاد بشه. ما باید به اون غلیظتی که میخوایم برسیم. غلیظت خمیرمون به این حد برسه یه کافیه. خب این خمیر رو میذاریم جای گرم تقریبا 1 ساعت تا عمل بیاد. این خمیرمون الان بعد از 1 ساعت استراحت میبینیم به این صورت. حالا مایتابمون رو میذاریم روی گاز، روغن میریزیم داخلش تا روغنمون کاملا داغ بشه. الان با یه دونه قاشق روغنمون کاملا داغ شده، اینا رو میریزیم به همین اندازه تا سرخ بشن. لگیمات رو اصلش با دست باید بریزیم. ما دستمون توی یه مقدار آب خیس میکنیم، بعد به این صورت با دستمون برمی‌داریم خمیر و میریزیم توی روغن. اینجوری لگیماتمون گردتر و خوشگل‌تر داره. بعد از اینکه کامل ریختیم باید شعله رو کم کنیم که دیگه نسوزه و قشنگ طلایی بشه. خب الان که طلایی شدن رو برمیگردونیم. 2 طرفش که کاملا طلایی بشه دیگه درشون میاریم از روغن. خب دیگه الان کاملا طلایی شدن، باید درشون بیاریم. فقط اینکه یکم از حرارت بیفته شیره خرما رو باید بهش اضافه کنیم. الان که داغه شیره نمیریزیم. خب الان دیگه شیرینیامون رو کامل سرخ کردیم، یکم از حرارت افتاده، شیره خرمامون رو بهش اضافه میکنیم. میزان شیره خرما چقدره؟ دیگه هم چشمی میریزیم. آره یه خورده هم میزنیم، مثلا دیگه متوجه میشیم. اگر دوست داریم شیرین تر بشه زیادتر میریزیم، در همین حد باشه کافیه. اینا رو میریزیم توی ظرف سرومون. معمولا همینجوری خالی سرو میشه. حالا اگر دوست داشته باشیم یه خورده پودر پسته یا کنجد روش بپاشیم. خب اینم از لگیمات خوشمزه ما. ممنونم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودین. حتما نظراتتون رو توی قسمت کامنت برای ما بنویسید. ممنونم از خانم کهزاد. خواهش میکنم. نوش جانت.